Murat on almış. Birce Akalay, Salan Soyder, Arman Okay, Görkem Kambolat Arsalan, Levent Yilmaz, Ayşegül Günay, Salma Kutlu, Olvi Alıca Kaptan, İpek Erdem, Yilmaz Calayir, Harvin Onalp, Kıvanç Kilinç, Ferdos Budol, Arhan Duran, Oğur Aslan, Tora Kaftancıoğlu ve Eşil Yücesoy. Müzik Aytekin Ateş. نویسندگان فیلمنامه ایلم جان پولات و سما ارگنکون. تهیه کننده شکرو افشار. شمیم عشق. نمیتونم دستی بندازمت وسط آتیش. ببینم نمیشه دستتو میگیرم و میبرمت. من اجازه نمیدم. اجازه نمیدم. حالا دیگه وقتشه یه کاری بکنم این ماجرا تموم شه. فکر و ذکر همه شده هانجی اغلوها. انگار جون دختر ما هیچ ارزشی نداره. چرا این حرفو میزنی بابا؟ هر کاری از دستشون برمیاد برای هوا میکنن، تو نگران نباش. از کجا معلوم؟ ما رو انداختن تو این اتاق و سراغی ازمون نمیگیرن، خبری هم نیست. الان از وضعیتش خبر دادن، عملش همچنان ادامه داره. بالاخره آدم حسابمون کردن. دخترم چطوره؟ عملش تموم شد؟ هنوز تموم نشده، جراحی ادامه داره. نتونستیم خونریزی ناحیه شکمش رو متوقف کنیم، در نتیجه تصادف سرش هم دچار خونریزی شده. ولی هنوز امید هست مگه نه آقای دکتر؟ یعنی عملش که ادامه داره میتونه از عمل سالم بیرون بیاد، درسته؟ هنوز نمیدونیم مغزش چقدر دچار آسیب شده. همکار جراح مغزمون یکم دیگه بهمون ملحق میشه، مجبوریم جراحی رو به یه روش دیگه انجام بدیم. دکتر اگه اتفاقی برای دخترم بیفته دیگه طاقت نمیارم. مامان جان تو رو خدا رو برای نجات دخترتون هر کاری از دستمون بر بیاد میکنیم. به خودتون مسلط باشین. خیلی ممنون، ما منتظر خبر شما هستیم. با اجازه. در مورد یوسف هم پرسیده بودیم. خطر مرگ و پشت سر گذاشت، تو بخش مراقبت‌های ویژه است. خدا رو شکر. خدا به پدر و مادرش ببخشتش. انشالله عبای منم شفا بگیره. طاقت بیار عبای جان، طاقت بیار شریکم. تسلیم شدن بهت نمیاد. طاقت بیار، طاقت بیار. سلطان بسم الله. خیر باشه خانمم. خبری شد یا نه؟ هوا چطوره؟ از عمل در اومده؟ از کجا بدونم؟ آخه گفتین دیگه پیشش نرم. به خاطر خدا اینقدر دروغ نگو. به جون خودم قسم تو نرفتم. دکتر که داشت حرف میزد حرفاشو شنیدم. میدونین که خاله مثل مادره. دلم هم برای یوسف خان هم برای عوام میسوزه. خیلی خوب، حالا طولش نده، زود بگو حالش چطور بود؟ اصلا حالش خوب نیست. قرار عمل اولش تموم نشده دومی رو شروع کنه. دختره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. ایشالله زنده بمونه.
بگو آقا رمزی بیاد پیش من، تو اتاق منتظرشم. خیر باشه. چرا میپرسی؟ تو کاریه که میگم بکن. باشه خانم، باهاشون که تند حرف زدی نمیدونم میان یا نه. سلطان بازم تکرار میکنم، کاریه که میگم بکن. ضمناً اینم بهش بگو اومدنش به نفعشه. بیشی مامان بیشی. خاله مگه من به تو نگفتم دورو برمو نچرخا؟ دخترمو بدبخت کردی، حالا هم دست فردار نیستی؟ این حرفا نزن. همه یه فکر و ذهنم پیش حواست. لازم نکرده سلطان، لازم نکرده. هر بلایی سرم اومده زیر سر شماست. مامان الان وقتی این حرفاست؟ حرفتو زمین نمیذارم، اما حمیت خانم اصرار داشت رمزی رو ببینه. پس برای حوا نیومدی؟ نه برای اینکه شکمتو سیر میکنن اومدی؟ آره ببینم با من چی کار داره. اون رئیس تو میگم. گفت اگه بیاد به نفع خودشه، بقیه‌شو خودت میدونی. آره شازده خانم امر کنن ما رو بندازن گوشه بیمارستان، بعدش هم دستور بدن بریم خدمتشون. آره بزرگش نکن آقا رمزی. حمیت خانم زن خوش قلبیه، حتما میخواد در مورد حوا حرف بزنه. لازم نکرده اونا دل بسوزونن. اندازه یه سوزنم یه چیزی بدن یه خروار عوضشو میگیرن. من محتاج به هیچ کسی نیستم. دامادم این کوه پشتم وایساده. حرف آخر دینه؟ بله سلطان. اگه خبری از حوا شد به منم بگی، به خاطر خدا. باشه خاله جون، من بهت میگم. گوسفند فکر جونشه، قصابم دنبال گوش میگرده. ولی دیگه یه سر سوزنم به حاجی اغلا باج نمیدم. حمیت خانم، چند لحظه پیش کنار یوسف خان بودم. وضعیتش بهتره. یه لحظه. من به خاطر یوسف نیومدم، اومدم از وضعیت حوا مطلع بشم. حالا اون چطور آقای دکتر؟ زنده میمونه؟ همکارا منتظر جراح مغزن. هنوز خونریزی داخلیشو نتونستن به طور کامل بند بیارن. یعنی احتمال نجاتش هست؟ ببینم حمیت خانم کجاست؟ نظرت عوض شد؟ نه خیر، دیدی که ما رو بیرون کرد. میخوام یکم حرف بارش کنم. خیلی خوب باشه. ما رو تا اینجا میکشونی، بعدش هم کلی منتظرمون میذاری. تو اتاق حرف میزنیم آقا رمزی. چرا دست از سر ما بر نمیدارین؟ چرا راحتمون نمیذارین؟ ما فقط یه خواسته داریم، اونم اینه که دخترمون خوب بشه. آقا رمزی، هممون دنبال خیر و صلاح بچه هامون هستیم. آره، برای همین خواستم بیا اینجا.
حالا بگیر بشین. زبون من و تو یکی نیست، میدونم، اما این بار به توافق میرسیم، هیچ شکی ندارم. حمیت کجا بهزت هستند خان؟ حتما رفته دست به آب. میخوای برم دنبالش؟ نه جانم، ولش کن، تو هم خیلی خسته ای، هر جا باشه پیداش میشه. ایلماس خان، خیلی از این اتفاق متاسف شدم. خوش اومدین جناب رئیس، خوش اومدین. خوش اومدید، خوش اومدید. تا قضیه به گوشمون رسید تحقیقات شروع کردیم. آقای رئیس، خواهش میکنم ازتون، شخصا میخوام اون بی سر و پا رو دستگیر کنین و به سزای عملش برسونین، وگرنه ما خیالمون راحت نمیشه. نگران نباشید، افرادمون رو تو نقاط مرزی شهر مستقر کردیم. یه گروه هم خانواده ضارب رو تحت نظر گرفتن. شک ندارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر بشیم. خیلی ممنون. فقط به اظهارات شما هم احتیاج داریم. البته با کمال میل. البته. شما شخص ضارب رو میشناسید؟ البته که میشناسم، جنید پیش خودمون کار میکرد. حدس و گمانی در مورد محل اختفای ضارب نداریم؟ والا من نظر خاصی ندارم، شاید مهمت بدونه. از کجا بدونه داداش؟ مهمت با اون بی سر و پا چی کار میتونه داشته باشه؟ حسن، فکر میکنید جلوی تو کی آورد پیش ما؟ مهمت. پس معلومه یه دوستی و رفاقتی بین اونا هست. مهمت خان کجاست؟ شاید اگه با خودش حرف بزنیم بهتر باشه. راستی مهمت کجاست؟ تو عروسی هم ندیدمش. من که اصلا سر در نمیارم. کل آشناها و فامیل بابت این ماجرا اومدن، برادرزاده خودم نیست. ببینم نکنه بین یوسف خان و مهمت خصومتی است؟ امکان نداره آقا، اونا مثل برادرن. حتما اگه مشکلی پیش می اومد مهمت الان اینجا بود. من الان به زنگ میزنم ببینم کجاست. بفرمایید. جانم، جشن و پایکوبی رو شروع کردیم؟ تو که همش تو عشق و حالی؟ خب یه سراغم هم ما بگیر، چی میشه؟ قبرسم. تو قبرس چه غلطی میکنی؟ وقتی که عشقمو ازم گرفتن دیگه کسی انتظار برگشتنمو نداشته باشه. اینا رو بعدن حرف میزنی. زود پاشو بیا اینجا. نمیتونم. هیچ میدونی چه بلایی سرمون اومده؟ با اسلحه به عروسی حمله کردن. چی؟ باده چطوره؟ اتفاقی براش افتاده بابا؟ نه اتفاقا برای برادرت یوسف افتاد. خیر از اون بقیه خوبه. برادرم؟ یوسف دشمن خونی منه. خدا کنه مرده باشه. نه خدا رو شکر زنده است. کار کی بوده؟ حوا؟ نه اونم خواست خودشو بکشه. الان بیمارستانه، بردنش اتاقمه. اونی که جون یوسف رو میخواسته بگیره جونیته. چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ دستگیر شده؟ نه هنوز، ولی پلیس داره دنبالش میگرده. راستش واسه همین به زنگ زدم. تو میدونی جونیت کجا ممکنه رفته باشه؟ من از کجا بدونم بابا؟ مگه من چوپون جونیتم؟ منم همینو گفتم مهمت از کجا بدونه؟ خب دیگه زود پاشو بیا اینجا. هم یوسف هم ما خیلی بهت احتیاج داریم. خب کجا بود حسن؟ وقتی از صبح تا حالا ندیدمش حد زدم یه مشکلی پیش اومده. دوست صمیمی دوران سربازیش مرده، اونم با عجله رفته استانبول. بیچاره گرفتاری زیاده. آخه غم آخرش باشه. بسیار خوب، مهمت خان که اومد لطفاً هر چه زودتر به اداره پلیس سر بزن. خداحافظ. اونم حتما میاد، سری نیاد یواش میاد. داره مگه دیوونه شدی زن؟ اصلا حالیته که چی داری میگی؟ آخه برای چی عصبانی میشی آقا رمزی؟ من فقط به خیر و صلاح حوا فکر میکنم، همین. بعدش هم اگه یکم فکر کنی این یه فرصته، یه فرصت خوب که تا آخر عمرت هم نصیبت نمیشه. چه فرصتی؟ تو فکر میکنی میتونی همه چیو با پولت بخری؟ درسته که فقیرم، به خاطر محتاج بودنمون چشمون به دستتون بود، ولی اینطوری هم نیست. من جون دخترمو با پول عوض نمی کنم خانوم.
تلفن لعنتی تو جواب بده دیگه. اون ساب مردر جواب بده. تو کجایی؟ چه غلطی کردی؟ همونی که شنیدی. انتقامتو گرفتم ولی عشق من مرد، به خاطر اون بیشرف مرد. دیگه زنده موندنم برای من حرومه. مگه زده به سرت؟ حوا که نمرده. پسر الکی خودتو به کشتن نده. بی خودتو خسته نکنه فید. با چشمای خودم دیدم نفس آخری کشید. پسر چرا چرت و پرت میگی؟ دختره رو بردن بیمارستان، یوسفم اونجاست. فکر میکنه اگه بمیری چی میشه؟ اونا بازم با هم دیگه میرسن. حوا هنوز نمرده؟ مگه من تا حالا بهت دروغ گفتم؟ انگار همه دنیا رو به من دادی. خدا کنه راست گفته باشی، اون زنده باشه. جوجو، اون اسلحه رو از کجا پیدا کردی؟ با اسلحه تو اون بیشرف از پا در بردم. همونی که از دستت گرفتم. گند زدی پسر. آفرین به تو، آفرین. گوش کن ببین چی میگم. تا برسم اونجا اون اسلحه رو یه جای قایمش میکنی، فهمیدی؟ مواظب باش دستگیرم نشی. فقط یه بار دیگه هوا رو ببینم، دیگه هیچی نمیخوام. بعدش خواستی منو بکش. چه هوایی پسر؟ همه جا پلیسا دارن دنبالت میگردن. ببین دارم بهت چی میگم. گوش کن، همین که من رسیدم اونجا فراریت میدم. برای همین برو توی سوراخی قایم شو تا هیچ کسی نتونه پیدات کنه، چون اگه یکی پیدات کنه خودم حساب تو میرسم. تا هوا رو نبینم هیچ جا نمیرم. خیلی خوب فهمیدم. من یه چاره‌ای پیدا میکنم. تو هم خودتو بدبخت نکن، فهمیدی؟ الو، طاقت بیار عشقم، دارم میام. خدا لعنتت کنه. خدا میدونه چه حیله‌ای تو مغزش میگذره. رمزی، منم دنبالت میگشتم. یه دفعه غیبت زد، خیر باشه. چیه؟ برای دستشویی هم باید اجازه بگیرم؟ خودت میدونی منظورم چیه. همیت چی گفت؟ هیچی. میخواد از دست هوا خلاص بشه مگه نه؟ صدات که در نمیاد،
معلومه زدم تو خال. این زن نمیذاره حوا و پسرش زیر یه سقف باشن. اون بیچاره دیگه جونی براش نمونده. والا دمت گرم سلطان. معلومه که از جیک و پیک این زن خوب خبر داری. میگه یوسف و حوا نباید توی بیمارستان باشن. حوا رو برای معالجه لای پرقو حاضره بفرسته یه بیمارستان دیگه. حتما روشم 1 تن پول پیشنهاد کرده. قبول میکردی؟ صورت حساب اینجا که حسابی سنگین شده، دیگه فایده نداره. منو نصیحت نکن سلطان. تو برو یه فکری به حال خودت بکن. مگه من چی گفتم؟ پول آرامش میاره، خودت هم اینو میدونی. من جون دخترمو نمیفروشم. اینو تو میگی رمزی؟ بس دیگه، این قضیه تموم شد. منو ببین، نمیخوام که شریفه از این قضیه بویی ببره. باشه؟ با خبر بشه چی میشه؟ خواسته یه خیلی کرده باشه، مگه چیه؟ همینی که من میگم سلطان. گند زدی جنید، گند زدی. خوش اومدی گلم. ممنونم عادلم. من خریدمو انجام دادم. شب اومدی نون کره‌ای بخر. برای افطار دیر نیا. باشه. بشی خستگی در کن. باشه. مهمت حاجی اغلوه. چی کار داره؟ بفرما مهمت خان. داری جدی میگی پسر؟ جنید الان کجاست؟ چیه؟ میبینم واسه اینجا اومدن اجازه صادر شد. پشت این خانواده حسابی گرمه. اون مردک یوسف آتیش به جون دخترم انداخت، عین خیالش هم نیست. ببینم خبری ازش نشد. بابا تو کجا بودی؟ چند لحظه پیش دنبالت گشتم که بگم ما میخوایم بیایم اینجا. کجا رفته بودی؟ رفتم یکم هوا بخورم. اون هوایی که تنفس کردی ریهاتو سوزونده. فتیله این آتیشو با دستای خودت روشن کردی. هر نفسی که میکشی مدیون دخترم هستی. اگه نفس دخترم قطع بشه و قلبش وایسه، مسببش فقط تویی و تو. مامان تو رو خدا اینطوری حرف نزن. خواهرم زنده میمونه، همه چی درست میشه. دیگه از این فکرای بد نکن. آره دختر خوشگلم، البته عزیز دلم. خواهرت لجه همه دنیا رو در میاره و عین شیر از این بیمارستان سالم میاد بیرون. زن یوسف. خواهرم به زندگی برمیگرده، ولی چجوری میتونه طاقت بیاره عشقش با یه نفر دیگه باشه نمیدونم. اگه دوباره قصد جونشو بکنه چی؟
داغون کردی. وایسا ببینم. هی این خیالش هم نیست. وایسا ببینم کجا میری. خدا لعنتت کنه. یارو زد سپر ماشین رو انداخت زمین، گذاشت رفت. مگه از جونت با ارزشتر پسرم؟ سپر رو دوباره میزنی روش تموم میشه. موضوع سر سپر نیست مادر جان. نمیذارم حقم پایمال بشه، مجبورش میکنم جریمه‌شو بده. کی عصبانیت کرده پسرم؟ ولش کن اوستا. واقعا که این دنیا ارزش هیچ چی رو نداره پسرم. یوسف خان با اون بزرگی رو روز عروسیش آبکش کردن رفت. امروز هستی فردا معلوم نیست که باشی یا نه. کدوم یوسف آقا حسین؟ میشناسیمش؟ آره بابا، یوسف حاجی اغلو. مگه نمیشناسیش؟ پسرم و ایلماز خودمون؟ فقط یوسف تیر خورده؟ کس دیگه یه آسیب ندیده؟ والا اینطور که شنیدم خون و خون ریزی شده. یوسف خان الان تو بستر مرگه. یلماز خانم با تیر زدن، بردنشون تو بیمارستان مرکزی شهر. حالم حسابی گرفته شد، اما ایلماز خیلی به گردن من حق داره. ای داده بیداد، خیلی سخت آدم جوونشو بفرسته سینه قبرستون. وضعیت یلماز خان چطور؟ حالا نمیدونم سبیه خانم، سن و سالی ازش گذشته، آسون نیست، به هر حال تیر خورده. راست میگی، خدا ایشالا شفاش بده. من دیگه برم خونه، خسته نباشی. روزتون بخیر. خیلی ممنون مادر جون. بیمارستان مرکزی پسرم. تأثیر داروی بیهوشی مادر. بعضی وقتا میخوابه، بعضی وقتا بیدار میشه. برو عزیزم. خدا رو شکر یوسف. خیلی ترسیدم دیگه نتونم ببینمت. باده حالت چطوره؟ درد داری؟ همه اینا میذاره. نگران نباشی، این روزا همه تموم میشه. باده راستشو به هم بگو. حوا مرده؟ حوا مرده؟ باده جون، چی شده؟ اتفاقی برای یوسفم افتاده؟ نه، یوسف خوبه. لطفاً بشینیم.
راستش یوسف فقط یکم درد داره، اما بیشتر از همه وضعیت هوا اذیتش میکنه. تو رو خدا این چه حرفیه میزنی دخترم؟ احتیاجی به گفتنش نیست، فکر و ذکرش پیش هواست. نگرانشه. خب تا چشماشو باز کرد پرسید زنده است یا نه. باده جون اون منظوری نداره، دلیل نمیشه حسی نسبت به اون داشته باشه. پسرم آدم مهربونیه، از روی انسانیتش اینو پرسیده. نمیخوام ناراحتتون کنم مامان جان، من همه چیو میدونستم و با یوسف ازدواج کردم. گفتم با گذشت زمان همه چیو فراموش میکنی، ولی الان میبینم که عشقشون اینقدر قویه که مرگم از با در میاره. با اجازتون. چی شدش؟ ببینیم چی شده. چی شده؟ خشک درست؟ چی شده؟ بعده برای زرد بین. آره خودش چی شده؟ ببینیم چی شده. بریم کنار خواهش میکنم. باشه بکشم ها. لطفا بریم کنارش. خدا میدونه اون عوضی کدوم سوراخی قایم شده. اگه قبل از اینکه اینجا رو ترک کنیم دستگیر نشه کارمون خیلی سخت. ما که شکایتمون رو کردیم داداش، هر کاری هم از دستمون بر بیاد میکنیم. یلماز خان باید پانسمانتون رو عوض کنیم. من خوبم دخترم، بذاریم بمونه. اول باید یوسف رو ببینم. داداش یوسف تو رو اینطوری نبینه، حداقل پانسمانتو عوض کن. باشه حسن جان باشه. تیر خورده، زودتر ببرینش اورژانس. نمونه این خونش رو بفرستین آزمایشگاه، به دکترام خبر بدین. زود باشین دیگه، خون زیادی ازش رفته. اینجاست؟ حوا کاراگلو آوردنش اینجا. حالش خوبه؟ نمیدونم، شما استراحت کنین، الان میپرسم برمیگردم. آقای پلیس، یه زخمی تو اورژانس هست که اسلحه داره، تیر خورده، شاید همون آدمی که دنبالشی. بریم. از این طرف. کدوم یکی؟ اینجاست. اینجا که کسی نیست. نمیدونم کجا رفته، الان اینجا بود. همه بیمارستان رو بگردیم. تو برو اون طرف. مگه از جونت سیر شدی؟ ها؟ این همه خرابکاری کردی تا اینجا پا شدی اومدی؟ هیچ میدونی هوا زنده زاده. انقدر هوا بگو تا جونت بالا بیه. انگار دختره براش ارزش قائل بود. مامورات در به در دنبالتن. بگردن، فقط کافیه یه بار دیگه هوامو ببینم. داره جراحی میشه، بخوایم نمیتونی ببینیش. اگه این بار بگیرنت بهت حبس ابد میدن. یه بار دیگه بیافتی زندون کارت تمومه پسر. از اینجا سالم بریم بیرون، باهات کار دارم. حالا ساکت باش دیگه پسر. جونت حالت خوبه؟
تو تیر خوردی. حالت بهتره دیگه نه؟ خوبم حسن، خوبم. تو اینجا بشین، من برم دست با. یلماز سبیها، خدا رو شکر زندگی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. پینار، تو با مراد برو خونه، برای من و منور لباس بیاری، لباس راحت باشه. لباسای عروسی مونده رو تنمون. برو دخترم، برو. باشه خانم. خانم حمیت، یلماز خان نیستن؟ داشتن دستشو پانسمان میکردن. خیر باشه، اتفاقی افتاده. همکارمون یه مدت جلوی این در نگهبانی میده. چرا مشکلی پیش اومده؟ پرستار بخش اورژانس گفته چند دقیقه پیش مظنون در حالی که زخمی بوده به اینجا اومده. نشانه هایی که داده با اظهارات شما یکیه. نمیخوام نگرانتون کنم ولی اسلحه داره. بهتره یه مقدار مراقب باشین. یعنی چی؟ من که هیچی نفهمیدم. یعنی اون قاتل به همین راحتی اومده تو بیمارستان میچرقه؟ داشتم نصف جون می شدم. اگه اتفاق برات می افتاد چی؟ زندگی کردن بدون تو رو قبول کردم، ولی اگه طوریت می شد نمیتونستم بمونم. دیدی دیگه سبیها، حالم خوبه، چیزیم نیست. بس دیگه طولش نده. ماما، عمو جون، بلا به دور باشه. خیلی نگرانتون شدم. داداش یوسف هم چطوره؟ ممنون پسرم، ممنون. خدا رو شکر خوبیم. یوسف هم حالش بهتره. حسین آقا که تعریف کرد طاقت نیاوردم. خواستم منم یه حالی بپرسم. گفتم چه میدونم، شاید یه چیزی لازم داشته باشن. لطف داری، ممنون که اومدی. سلامت باشی. خیلی لطف کردین. ممنون که اومدین، ولی نمیخوام از کار زندگیتون بمونین. این چه حرفی میزنی یلماز خان؟ تو این وضعیت کار و زندگی چه معنی داره آخه؟ یلماز خان 2 ساعت کجایی تو؟ نه چی شده همیت؟ جلوی بخش مراقبت های ویژه پلیس گذاشتن. جونیت اینجاست. تو چی داری میگی؟ آخه چطور ممکنه؟ سبیها خانم، اینا از اتفاقی که افتاده با خبر شدن، لطف کردن آمدن برای عیادت. خبرای بد همیشه زود پخش میشه. بلا به دور خانم حمیت. اگه کاری از دست ما برمیاد. نه پسرم، خیلی ممنون. خیلی ممنون. ما بریم پیش پسر ما. بازم ممنون از لطفتون. باز دوباره اینا اینجا چی کار میکنن؟ ترسیدم ولی نعمتشون یه وقت بمیره. زشت همیت خانم، بیچارا اومدن حالمونو بپرسن. دست بردار تو رو خدا. یلماز خان، به این آدما خیلی رو میدی. من چیزی که میبینم میگم. این آدمای طماعی ان. مادر جون، اینا الان خودشون کلی اذیت شدن. کاش فردا می اومدیم. ما انسانیتمون رو به جا آوردیم پسرم. بریم. سلطان، نگو که اتفاقی برای حوا افتاده. هنوز خبری نیست. تو بگو ببینم این نگهبان دیگه برای چیه؟ حتما کار حمیت خانومه؟ آره؟ کار حمیت نیست. پیش پای تو کمیسر اومد. جونیتو این طرفا دیدن. جدی میگی؟
اینجا چی کار میکرد؟ اونم زخمی شده. از پرستارا سراغ حوا رو میگرفت. اونم شک کردن. چرا سراغشو میگرفت؟ یعنی چرا؟ بشین برای حماقتت بسوز. اگه به حمیت میگفتی باشه الان توی بیمارستان درجه 1 بودی. از کار این پسره نمیشه سر در آورد. نه ترسیده دستگیرش کنن، اسلحه تو کمر پاشده اومده اونجا. نه جانم، اون آسیبی به حوا نمیرسونه. به یوسف هم واسه ترک حوا تیراندازی کرده، وگرنه برای چی باید این کارو میکرد؟ هم به خاطر حوا دستش به خون آلوده شه، هم بهش آسیب برسونه. اصلا امکان نداره، محاله. گفتم پسر دیوونه شده، نمیشه از کارش سر در آورد. به جای اینکه عجل و درست میخی گلوت حس کنی، بله رو به حمیت بده تموم شه بره. بخوای خودم پادرمیونی میکنم. نمیخوام. برای چی؟ نمیخوام، همین که گفتم. سلام آقا. چطوره؟ هنوز بیهوشی. سلام. خوش اومدی مهمت خان. وضعش چطوره؟ اگه گلوله زودتر در می اومد اینطوری نمیشد. عفونت کنه کارش تمومه. بهتر هر چه زودتر ببریمش بیمارستان. مجبور شدیم بیاریمش اینجا. اگه شما نبودین هیچ وقت این ریسکو نمی‌کردم. تو هم به خاطر اطمینانی که بهت دارم اینجایی. نگران نباش. هر کاری لازم باشه میکنم. کدوم گوری بود؟ همون جایی بود که حدس میزدی. دیوونه تو بیمارستان بود. همینطوری راه افتاده بود دنبال حوا میگشت تا سوار ماشین کنمش بیارمش. جونم به لبم رسید. حوا مرض. حوا چه غلطی کردی پسر؟ تو هم نتونست. بلا به دور باشه. خیلی ممنون. اینو خانم فرستادن، گفت که به حرفاش خوب گوش بدی. این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟